امروز استراتژی رو بهتون میگم که در عین سادگی سودهای بسیار جذابی داره. استراتژی که میریت بالای 80 و بعضا تا 90% داره و از این به بعد بخشی از تریدهای خودم رو به این روش تخصیص میدم. این استراتژی برای همه تایم فریم و همه بازارها از جمله فارکس، کریپتو، طلا و سهام عالی هست. توصیه میکنم این آموزش رو از دست ندید چون نکات بسیار مهمی داره. لایک رو بزن و بریم سراغ این استراتژی جذاب. قبل از هر چیز یک تشکر ویژه‌ای از همه دوستانی که استراتژی‌های معاملاتی خودشون رو برای من توی تلگرام میفرستن داشته باشم. دوستانی که تمایل دارم با من در ارتباط باشن، آیدی تلگرام خودم رو توی کپشن قرار دادم، اونجا میتونید با من در ارتباط باشید. نکته مهم دیگه که باید خدمتتون عرض کنم این هستش که چند روز پیش یکی از دوستان کامنتی گذاشته بودن که کسی که تایم فریم 1 ساعته کار نمی‌کنه نمیتونه از این بازار سود کنه. و خیلی از دوستان هم اعتقاد دارن بر اساس اینکه با اندیکاتورها یا روش‌های مختلف نمیشه سود کرد. دوستانی که ICT کار میکنن روش پرایس اکشن رو زیر سوال میبرن. افرادی که پرایس اکشن کار میکنن روش‌های دیگه تحلیل‌های کلاسیک رو زیر سوال میبرن و هر کدوم از دوستان میان راجع به روش دیگه‌ای که خودشون استفاده نمیکنن میگن که این روش به درد نمیخوره. در حالی که با روشی هم که خودشون دارن استفاده میکنن واقعا نتونستن سودهای خوبی رو کسب کنن. همین که ما بیایم بگیم که فقط با تایم فریم 1 ساعته میشه سود کرد، خود این نشون میده که شما نتونستید روش درستی و استراتژی درستی رو پیدا کنید. پس بر همین اساس خدمتتون عرض میکنم که قرار نیستش که یک نسخه رو برای همه به یک صورت پیچه. اگه قرار بود اینجوری باشه بازار این همه نوسان و این همه تریدر زیانده واقعا وجود نداشت. پس سعی کنید روش هایی که من خدمتتون عرض میکنم رو بیاید برای خودتون شخصی سازی کنید و بیاید بر اساس استراتژی که دارید استفاده میکنید از این روش ها استفاده کنید. و این نکته هم خیلی مهم هست که توی بازارهای مالی اگه میخواید پیشرفت کنید باید شما تعصب رو کنار بذارید و بیاید یادگیری خودتون رو ارتقا بدید تا بتونید واقعا سودهای مستمری رو از بازار داشته باشید. خب بریم سراغ استراتژی امروز و ببینیم استراتژی که امروز خدمتتون عرض میکنم به چه شکلی است. اولین اندیکاتوری که اضافه میکنیم بریکر بلاک هست که توسط لوکس الگو نوشته شده. واقعا استراتژی‌ها و اندیکاتورهایی که توسط لوکس الگو معرفی میشن اندیکاتورهای بسیار مناسبی هستن. خب این اندیکاتور رو به چارت اضافه میکنیم و دومین اندیکاتوری که استفاده میکنیم سیمپل مووینگ اوریج هست. تایم فریمی که ما استفاده میکنیم برای مووینگ اوریج بر خلاف روش های قبلی که من استفاده کردم عدد 44 رو قرار میدیم و همون سورس رو روی کلوز میذاریم بمونه. حالا من رنگ رو هم زرد کنم که بهتر دیده بشه. اوکی رو میزنیم. اندیکاتور بریکر بلاکس میاد نقاط پرمیوم و دیسکانتی که توی روش های مختلف مثل ICT راجبش صحبت میشه برای ما مشخص میکنه. که واقعیت امر این هستش که استراتژی که من امروز خدمتتون عرض میکنم خیلی این نقاط به درد ما نمیخوره. به بخش تنظیمات بریکر بلاکس لوکس الگو میریم. قسمت اینپوتس شما اگه بیاد این پریود یا لنگث رو تغییر بدید، برای مثال عدد رو روی 1 قرار بدید، مشاهده می‌فرمایید که نقاطی که برای ما مشخص میشه تغییر میکنن که خود من به شخصه اومدم همه اینها رو بررسی کردم و بهترین نقاطی که به ما داده میشه بر اساس همون دیفالت خودش عدد 5 بهترین نقاط رو به ما میده. اینجا شما میتونید TP خودتون رو مشخص کنید که خود من به شخص توصیه که دارم اگه قرار هست TP رو مشخص کنه براتون، آربار 1 رو روی 1 قرار بدید، 2 رو روی 2 قرار بدید و 3 رو هم عدد 4 رو تبدیل به 3 کنید که بیاد نقاط TP رو برای شما مشخص کنید که اینجا ما خیلی به دردمون نمیخوره. خب اینجا هم شما میتونید ضخامت نقاطی که برای شما مشخص میشه، برای مثال اینجا رو من رنگش رو وضوح رو افزایش بدم. مشاهده می‌فرمایید که اینجا این ناحیه‌ای که برای ما مشخص شده بود رو تقریبا میشه گفتش که وضوح اون رو افزایش داد که من همون رو روی دیفالت خودش قرار میدم. پس ما تغییر خاصی توی تنظیمات بریکر بلاکس ویت سیگنالز رو انجام ندادیم. کاری که این اندیکاتور برای ما انجام میده این هستش که نقاط مهم رو برای ما میاد مشخص میکنه و آخرین نقطه رو هم مشخص میکنه. نکته مهمی که وجود داره این
اندیکاتور ریپینتینگ نیستش و شما میتونید به راحتی و با خیال راحت از این استراتژی استفاده کنید. زمانی که کندل ها بالای خط زرد ما قرار دارن و یک سیگنال سبز برای خرید و یک سیگنال قرمز برای فروش وجود داره، ما میایم پوزیشن میگیریم. برای مثال اینجا اگه ما بیایم یک پوزیشن خرید بگیریم، پایین سوینگ رو به عنوان استاپ لاس قرار بدیم و دنبال یک آربار یک بگردیم، مشاهدین فهمید که اینجا توی همین کندل TP ما تاچ شده. نموداری که من دارم استفاده میکنم نمودار USD/JPY توی تایم فریم 5 دقیقه‌ای هستش. قبل از اینکه بریم ادامه استراتژی رو خدمتتون عرض کنم، توصیه که دارم این هستش که حتما به کانال سر بزنید. استراتژی مختلفی رو دارم توی کانال قرار میدم که بر اساس هر سبکی که شما دارید ترید میکنید میتونه به روند معاملاتی شما کمک کنه. استراتژی‌های مختلفی که بر اساس سبک‌های مختلفی مثل ICT، RTM، پرایس اکشن، تحلیل‌های حتی کلاسیک رو من توی کانال قرار دادم که شما میتونید از اونها استفاده کنید. توصیه که دارم این هستش که سومین استراتژی شخصی خودم رو حتما نگاه کنید، چون واقعا میتونه به روند سودآوری شما کمک کنه. بقیه استراتژی ها رو هم حتما سعی کنید بررسی کنید، چون واقعا استراتژی‌هایی که قرار دادن وین ریت‌های بسیار خوب و سودآور هستن. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما فقط یک سیگنال داریم، یا سیگنال خرید یا فروش آخری که وجود داره توی سیستم رو ما میتونیم توی این اندیکاتور نگاه کنیم. پس من چارت رو عوض میکنیم، بریم روی چارت های مختلف ببینیم وضعیت به چه شکلی است. اگه به چارت طلا بیایم، مشاهدین فهمید یک سیگنال فروش برای ما صادر شده، ولی با توجه به اینکه کندل ها بالای خط زرد رنگ قرار دارن، این سیگنال برای ما قابل قبول نیستش. نمودار CAD/JPY رو بخوایم نگاه کنیم، مشاهدین فهمید که اینجا ما یک سیگنال خرید رو دریافت کردیم. اگه ما این کندلی که وجود کندل بزرگی نبود، میتونستیم بگیم که انتهای بسته شدن کندل رو ما عنوان نقطه ورود خودمون میتونیم حساب کنیم. ولی من به شخصه اگه قرار باشه کندل بزرگی دیده بشه، برای مثال همین جاها وارد پوزیشن میشم و دنبال یک آربار یک میگردم که همونطور که مشاهده می‌فرمایید اینجا میتونستیم TP خودمون رو تاچ کنیم. و اگه قرار بود که این کندل بسیار بزرگی هست، قرار بود اینجا وارد پوزیشن بشیم، من خودم به شخص واقعا این پوزیشن رو نمیگرفتم. نمودار IUD/JPY رو هم بخوایم نگاه کنیم، مشاهده فرمایید که اینجا ما یک سیگنال خرید رو دریافت کردیم، پایین سوینگ رو استاپ لاس قرار میدیم و دنبال یک آربار یک میگردیم که همینجا TP ما تاچ شده. که اینجا برای من عجیب هست، 2 تا سیگنال برای ما صادر کرده که هر کدوم رو ما میگرفتیم با سود میتونستیم این پوزیشن رو ببندیم. و اگه ما بخوایم تایم فریم رو هم بالا ببریم، NZUSD رو بخوایم بررسی کنیم، مشاهدین فرمایید که اینجا یک سیگنال خرید برای ما صادر شده. تقریبا پایین این سوینگ رو میتونیم به عنوان استاپ لاس قرار بدیم، یا همین سوینگ رو میتونیم به عنوان استاپ لاس خودمون قرار بدیم و دنبال یک آربار یک بگردیم که مشاهدین فرمایید توی همین کندل TP ما تاچ شده. خب من نمیخوام تایم ویدیو خیلی بالا بره، ولی شما خودتون میتونید این استراتژی رو روی جفت ارزهای مختلف، کامودیتی ها و سهامی که دارید معامله میزنید رو بررسی کنید که خودتون مطمئن بشید چقدر این روش جذابی هست و میتونه به روند سودآوری شما کمک کنه. دوستانی که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون استراتژی های مختلفی با سبک های مختلفی رو دارم بهتون معرفی میکنم که میتونه به روند سودآوری شما خیلی کمک کنه. لطفا لایک رو بزنید اگه از این استراتژی خوشتون اومده و نظرتون راجع به این استراتژی به من بگید، چون مطمئنم دوستانی که از این استراتژی استفاده میکنن میتونن با سودهای خوبی معاملات هفتگی خودشون رو ببندن. شاد و موفق باشید.